فولکلور به دانش‌های مردمی و فرهنگ و سنت ملی مربوط است و آن از نسل به نسل از دهان به دهان میراث مانده است. هر یک منطقه با عرف و عادت و ایجادیات شفاهی خویش خصوصیت‌های خاصی دارد. ناحیه خوالینگ با ممنوعگاه فرهنگی تاریخی سلطان اویس قرنی در کشور ما و بیرون از حدود آن معروفیت زیادی دارد. اطراف این شخصیت بزرگ روایت‌های جالبی از دهان به دهان گذشته همچون مالکیت ذهنی مردم تاجیک اعتراف شده است. آرامگاه سلطان اویس قرنی مأوای آخرت یک از همزمانان صادق و دوست غایب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در دهه مزار سلطان 18 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واقع گردیده است. با هدف جمع‌آوری فولکلور بخصوص جمع‌آوری روایت‌ها عاید به حضرت سلطان اویس قرنی، گروه کاری ما عبارت از کارشناسان و روزنامه‌نگاران محلی از ممنوعگاه مذکور دیدن نمودند. ما اینجا روایت می اومدیم در برای حضرت سلطان اویس قرنی. ممنوعگاه حضرت سلطان اویس قرنی اصلا خیر بگیری اگر جدا شوی زمین حدود شوی از 18 آگوست 2014 با قرار رئیس حکومت ناحیه خوالینگ 30 گیتار همچون حدود ممنوعگاه اطراح کرده شد. از همون سال همچون ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی سلطان اویس قرنی فعالیت داره. ممنوعگاه در نزد شعبه فرهنگ ناحیه مؤسس ما شعبه فرهنگ ناحیه همچون یادگاری تاریخی و حساب می‌روه. آبادانی و سرشوی ممنوعگاه از سال 92 از سرشوی استقلالیت برابر با آبادانی شروع کردگی است. از سالهای 92 این جانب ممنوعگاه با تشبث شخصانی سخاوت پیشه باششگاه‌ها، بنیاد مسجد، ضبطگاه، آشخانه و کتای استراحتی بنیاد کرده شده. 2016 با تشبث جناب عالی وقتی که شاهراه ناحیه وسیع خوالینگ شده شد، اسفالت پوش کرده شد، مردم با عذاب‌های شکنجه زیاد به ناحیه خوالینگ می اومدن. راه بین 3 ساعت از ناحیه وسیع مثال به خوالینگ مدت 3 ساعت طی می‌کردن. وقتی که 2016 با تشبث جناب عالی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمون راه شده شد، مردم 2 برابر زیاده شد. حاضر در مدت 1.5 ساعت میتونن که از ناحیه وسیع به ناحیه خوالینگ وارد شوند. همچون استراحت، سیاحت، مردم اینجا اصلا در فصل گرما بسیار میبینن. بنا به دلیل‌های آورده ساکنان محل، مزار حضرت سلطان جایگاهی است که از دیدن آن زائرین آرامش می‌گیرند و در سفره‌های خوش‌ساخت تاجیکانه استراحت می‌کنند. این مکان بی‌اشتهاسا دارای دال و درختان بسیار ساله با ثمر و سایه افکن، گیاهای شفابخش و گل‌های خودروی است. ممنوعگاه عموماً از درخت‌های قدیم بویی است. درخت‌های قدیم وقتی که مثال زیاده است 100 ساله مردم اینجا درخت‌های در این ناحیه خوالینگ در دهه مزار ارستان مثال سیب یمی اودی را اگر بگیریم اینا در تهدشت اگر سیب در 5-6 تا باوی برسه اینجا 17-18 سال بعد باوی میرسه. مسافرت پنیسول داشتیم که 100 ساله بود 90 ساله بود میگم همین سیب دارم پسر بچه بودن همین قدر بود. سیبای قدیمی که در اینجا از توی 150 ساله خوزیان بار میگیرن. با بار میارن حاصل دارن. از چهارمغزایی که در این حدودن این چهارمغزای قدیما اکثریت خیلی شکسته و پوسیده و ریخته شد. نه اکثریت چی هستن امیور آرکئولوژا تا 450 سال حساب کردن که امورد گرفتگی هست. اینجا فقط شکسته و ریخته درخت اینجا مردم اینجا استفاده نمیبره عموما. فقط در داخل همین ممنوعگاه در آشخانه همچون همون برای پختن خوراک مردم زیاد چی استفاده میبره. گیاه شفابخش اینجا 35 علفش گیاه شفابخش زیاده از 60-70 نمود است در حدود ممنوعگاه. 35 چای کاک سوبینک جام بیلک کوکتی همه چیز مثال برای استفاده مردم آزادانه میاد کروش از همین گیاها وقتی سیاحت کردن خچو میگیرن میبرن استفاده میبرن. بعد در بزرگچه ممنوعگاه از استان گیاه شفابخش همه نمودش از قبیل همون علفها برای مثال نوشیدن چای نوش کردن چرب کردن. بعد قروتوی همینجا همه چیز در بزرگ
маҳюб карда шуда барои мизоҷон. зери сояи дарахтон мардум истироҳати бо фароғат намуда дар ҳаққи ҳазрати султон дуо мехонанд, чун ин маконро ҷойгоҳи муқаддас медонанд. аксарият ба ин ҷойгоҳи хурраму сарсабз барои шунидани қиссаҳои бостонӣ ва амалӣ гаштани орзую аъмоли хеш меоянд. حضرت سلطان وایسی قرنی همه سعادت بزرگی کرامات و ولایت را مادر بیماری داشت. شب و روز در خدمت مادر بود. از دعای مادر به همین درجات سلطان رفتگی. دوستی غایبانه پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر ما را نادای حضرت اسلام ما را قبول کرده میشن روایتش میگه دربارش. همین روایته که شب زمستان نماز خفتن است وقتی مادرش آب میگه اوایس که به آب میره میگه مادرش خواب بوده. این کاسه در کف دستش تا صبح صادق دمیدن در بالای سر مادر چخ میشه که مادرم آبگا تأخیر دیر نکنه چخ میشه وقتی صبح صادق که میدم مادر بیدار بشه با هم جریمه شده که این کاسه در کف دستش یخ کردگه سر میبودگه وقتی میگه کاسه رو هوش میکنه همین پوست کف دستش تک کاسه رو میخوره مادر که میبینه از کف دست سرش خون جورش است حالا با خداوند میره از سینه صبح از سینه سید دعا میکنه که خداوند بیشتری میره با سلطانی برسن دعای مادر در حقش مستجاب میشه این حضرت و سلطانی میرسه سلطان معناش پادشاه پیغمبر خدا حبیب خدا میگه سلطان و وایس قرنی در دنیا پادشاهی نمیکنن لیکن یکی از پادشاهان جنت هست. اکثر نیازطلبان و زائرین برای نوشیدن آب چشمه‌های شفابخش حکمت، مغفرت، رحمت، مراد و شفا آمده هم دسترخوان خیر می‌گشایند و هم نیت‌های خالص می‌کنند. از روایت‌های مردمی دایر به حضرت سلطان اویس قرنی هر یک شنونده معنویات بای تربیوی و خردمندانه را برداشت خواهد کرد. پیش از سفر آخرش پیغمبر خدا به حضرت علی عمر وصیت میکنه که خیلی وقتا و پیش وقتا ریدا میگفتن پیراهن میگفتن ما جمعه میگیم همین جمعه ما را بوده اویس قرار رفتیم در حق امت آخر زمان دار بعد سفر آخرت پیغمبر خدا حضرت علی عمر همین جمعه را آورده میرسون این حضرت شتر با پدامون همون دیگه بود نگاه بیم میکرد یک پیسه که میگرفت از خیچه تا مادرش میگذارن وقتی جمعه را آورده که میرسونن انا بزرگیش معلوم که میشود آدم ها افتخار مثلا از عبادت خداوند از ذکر خداوند نمونم یک شهر میخواد آمده در خلافت حضرت علی در عراق در جنگ سفین در لای دایره فرات با همراه حضرت علی جنگ میکنه شهید میشه پیشکی وصیت میکنه که در بالای جسد به جنگال بسیار میشه اشتری پیدا میشه تابوتی برای در همونش بار کنه سرش بده که جایی که برای معاوضه بیرن انا وقتی که شهید که میشه و همون اشتری گفتگیش پیدا میشه تابوت بار میکنن سر بدن این حضرت 7 جا داره عراق داره ایران داره ترکیه داره آذربایجان داره افغانستان دو موضع آخران جا همه جای اشتر قرار میگیرن وقتی میگه اشتر خواب میره و حضرت به خاک میسپارن اشتر که از جاش که بلند میشه با هم جریبهش دیگه که همه جا اشتر خواب رفته که حضرت از 5 اعضای اشتر چشمه میره از سرش دو پای پیشش دو پای قفاش 5 چشمه چشمه حکمت نامگذاری کردیم چشمه حکمت رحمت مغفرت مراد شفا 16 کیلومتر بالاتر یک دشت خلانه اشت چران میگن با نام شریف حضرت مونده اشت چران سال تولد حضرت 590 میلادی 657 از دنیا گذشتگی در سنی 65 سال همیشه روایتش میگه وقتی که 2003 کار می مقبره سر کردن گردن نرسیدن گردی گوره برای چانشی کردن برای فندم ریختن کندن 2.5 متر چقدر همه جا همه خیلی دراز بود همه گردش با هم خیلی دبارگه خیلی سنگ چینده بعد یک سنگ کلان افتن خیلی خدمانامو افتن خیلی پرخ موندن افتن بعد خشتوی نه خاله هلبو خاله سورسی هم خشتو
یافتن زیاده هم ماشین اما ارخیولوژ اثبات کرد همه خشت‌ها عصر نه همه عصر نه ده یک بردگاه با خشت آموش شده مقبره. ممنوعگاه تاریخی سلطان اویس قرنی با اقتدار ناتکرار طبیعی، گوناگونی منظره و طبیعت دلانگیز خویش توانسته است که توجه سیاحان را به خود جلب کند. دوستداران روایت های مردمی باشند می توانند که باز از زبان ساکنان محل قصه های زیادی ناتکراری را شنوند. در دوران شوروی یک راهچه داشت و بعد فقط یک باشیشگاه خورد موجود بود. این مقبره همین در شهر کشوده گرد اطرافش سنگ دیوار کردگی شد. مقبره سال 2004 از حساب فوند ذخیروی جناب عالی پیشوای ملتمون اساسدار صلح و وحدت ملی امالی رحمان سال 2004 سر کردن 2006 ساختمان مقبره به اتمام رسید. جمع‌آوری فولکلور در ناحیه خاولینگ اطراف حضرت سلطان طی 5 روز ادامه یافت، زیرا مواد هم نواربرداری و هم ثبت آوازی میشد. هر یک نفر از گروهی کاری در این موضع دانندگان روایت‌های مردمی را می‌جستند. با روزنامه‌نگار برنای بیگمرزاده جانبی مرکزی ناحیه خاولینگ راه پیش گرفتیم تا محقق امیرخان سعیدزاده را پرسجو کنیم. اما در راه راننده نقلیات مسافرکشی محمد یوسف چیلایف که زاده دهه مزار حضرت سلطان است و همه روزه زائرین را از مرکزی ناحیه به مزار می‌آورد و می‌برد، از شنیدن دیده‌های خویش نقل کرد. صحبت اولا از تاریخ خاولینگ آغاز شد. از اطلاع او برمی آمد که پیشتر خاولینگ یک جماعت کلان بوده است و به ناحیه واسع داخل می شد. بعداً خاولینگ یک ناحیه علاهیده شد. زمان شوروی خاندان محمد یوسف چیلایف را به واسع کوچانیده بودند، اما او از اولین ها شده به دهه مزار حضرت سلطان به زادگاه خویش دوباره کوچ بست. خیلی چه نکندن اما ارخیولوگ اما خیلی چه نکندن یه نفری دیگه هم دورش میکردگی بوده اوه آدم دیگه هم بوده اینه برش خواردگی نه فول کردگی بینه ای بیرون اما اصلا خونده واردن بیرون دورد همیشه گور کردن همیشه بعدی خیلی این چندین بار چی شدگی بوده عبود شدگی چندین بار بیرون شدگی بوده با همین بعد چند نمود خشت جفتن هم مجدم سه نمود خشت جفتن که همی چند بار بیرون شدگی چند بار عبود شدگی بوده ای رسی هم میام همی سیاه ها میام میرم بودی سیاه ها همی که میان هم واجمون خواهدیم تا میرم ودپر میانی تا اشتر شروع خواهدیم میخواهیم حضرت سلطان خواهدی تا میرم بولو خوالین تا میگردن چی میرم با چی دخترون دخترون باید میگردن میان میرم یعنی آدم های بزرگ همی میگذشته بوده بدن نابدن همی حضرت سلطان میفهمیده بودستن یک بودن بوده همی کرونگو خیلی میفهمیده بودستن که همی یک عصبتی یک آدم یک داموله وقت بودن می اومده گوه سبور میگذشته گوه پیاده میگذشته همی پیش مزور خواهده بعد همی سوال جواب کردن که خیلی چی به همی خیلی کدوم وقتی که من سپور بگذارم من میدونم که حضرت سلطان خونه‌اش نیست اینجا نیست کدوم وقتی که بفهمم که همیشه باشه اگر اصلا میخندم هم خیلی اصلا خیلی میگم میگذارم حقیقتا یا دوم میکنم میگذارم.
راننده ما را تا خانه محقق امیرخان سعیدزاده رساند. از صحبت او معلوم شد که نامبرده عاید به بازسازی مزار حضرت سلطان خدمت‌های شایسته کردند. در واقع امیرخان سعیدزاده نفری است که سالهای طولانی از حدود تاجیکستان تا مرزهای شهر قرن عربستان تحقیقات برده است تا که واقعیت روایت‌ها را عاید به زندگی نامه سلطان اویس قرنی مورد آموزش قرار دهد. اون کس یکی از ارکان اسلام، یکی از دوستان غایبان دوستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلام بوده، در همزمانی همون پیغمبر بزرگوار اسلام است و سال 592 در وای قرن یمن به دنیا آمده است، کمال یافته است و سال 661 در جنگ احد، در غزوه احد شهید به شهادت رسید است. ما میدونیم در دین اسلام البته خیلی صنایع تاریخی عمیق بیشتر تکیه بر روایت ها کرده می شود. حضرت سلطان اویس قرنی در بارش نقل روایت ها بسیار بسیار است، هم در عربستان، در وای قرن یمن، هم در مثلا خوالینگ و در دیگر جاها که البته در کتاب های تذکرات الاولیا و در دیگر کتاب ها بعض بسیار همین نقل روایت ها آورده شده از حالیت حضرت سلطان اویس قرنی. حضرت سلطان اویس قرنی بسیار بسیار آرزو داشت که یکدیگر را ببیند، ولی یک مادر نابینا داشت. مادر نابینا کمپیر بیدار نام داشت و دوی منم نگاهبین هم مادرش و شتربانی میکرد و هم نفقه همون تامینات هم را میکرد، نگاهبین میکرد. باعث افتخار و باعث گفتار است که همه حضرت سلطان اویس قرنی از روی حرمت مادر اساساً و عملوی نیکش به همین مرتبه رسیده است که پیغمبر اسلام او را همچون اولیاء سلطان اولیاء نامبر کرده. نباشد حضرت سلطان نامش اویس است. اویس قرنی، قرن این زادگاهی است که در یمن جایگیر می باشد. یک بار حضرت سلطان اویس قرنی از قرن به مدینه میاد. با مدینه میاد، در مدینه منوره میخواهد که زیارت کنه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در خانه میدروید، در همونجا که میپرسد که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در خانه، میگن که نه نیست، در سفر و میگه که همین اومد وید که اویس قرنی از بودی ارنه قرن یمن اومده بود و سلام فرستاد. بعد میگن که نمیشتی تو منجا، میگه که نه، ما از مادرم یک کمپیر نوبینا است، کمپیر بیدار نوبینا است و من نیمه روزه جواب گرفتم. انا همینجا وقتی که او طرف میروه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میدوید نفس میگیرد، همین خیلی نفس میگیرد او مگر میگن اویس قرنی اومد بود که آدمو حیران میشوند. میگه که خیلی شما را فهمیدین؟ میگه شتربانی یمن اومده بود، همین خیلی خوب اگه فهمیدین گفت که بوی انمی بوی اویس قرنی میکرد، او انمی بوی جوی میلیون و یادم هر بود که سوی بخوره با من یادم بخوره. انا همین یک بوی خوش، یک بوی چی تو خیلی که بوی یوسف در قرآن هست، نه خیلی است، یا عجیب است. و حافظ بزرگوار میگه تا ابد مأمور بود این خونه که از خاکی درش هر نفس با بوی رحمان آورد بادی یمن. سبب همین خیلی که ما اشاره کردیم، ما وقتی که همین خیلی یک حس کردم که همین استاد رودکی به سبب نگفت است که هر شب نگرانم به یمن تا تو برای زیرا که سهیل از یمنی من برای چی گفت است؟ برای چی گفت است که کوشم که بپوشم سنم نامیت از قلب تا نامیت کم در دهن انجمن وید. بعد دیدم تحقیقات که بردم وقتی که یافتم که بیشتر از 40 تا ادیبای کلاسیکی فارس و تاجیک در همین روش، در همین پیروی شعر وجود کردن، خیلی که یک چند تا میشه. بعد در نزد خود وظیفه گذاشتم که از کودکی که ما میدونستیم که اینجا آرامگاه حضرت سلطان اویس قرنی گفته همین قدر مردم اعتقاد احترام داشت، نمیموندن در زمان شوروی، همین خیلی جنجال میکردن، جوابگر میکردن، کسی زیارت میکرد در روزه میرفت و ما میدونستیم که
амана дар сиякрто гуфтани болотари ҳамаи айлодарат дар амуҷа оромгоҳи халифаҳои ҳазрати султон ки қафош омадагианд ва дар болотари ӯ мазори бобо халифа бобо умар ки қатъиш омадагӣ ҳастанд. солҳои охир фолклори ноҳияи ховалинг ва ноҳияи рашт то андозае аз назарҳои коршиносон дур монда буд ва ин сабаби тасмимгирии мо шуд то сари масъалаи фолклори минтақаҳои мазкур корбарӣ намоем. аммо агар аз паҳлӯи дигар назар кунем, ноҳияҳои мазкур таърихи қадима дошта дар минтақаҳои кӯҳсор ҷойгиранд. ин гӯшаҳои дурдасти диёри тоҷикон таърихи аз бостон ҳам кӯҳантар дошта барои илми ҷаҳонӣ чун маъхази бостоншиносӣ ва эҷодиёти шифоии мардум хизмат мекунад. мавқеи ҷуғрофии ҷойгиршавии ноҳияҳо ҳамчун ҷойгоҳи таърихӣ дар нақшаи дурнамо барои омӯзиши эҷодиёти даҳонии халқ макони мероси гаронбаҳои шифоҳӣ маҳсуб меёбад. аз солҳои 50-уми асри 20 муҳаққиқони зиёде ба омӯзиши фолклори ин минтақа пардохтаанд. метавонем гуфт ки Раҷаб Амонов яке аз шахсиятҳои аввалине ҳаст ки ба ҷамъоварӣ ва таҳлилу таҳқиқи фарҳанги мардуми ин минтақа оғоз кардааст. яъне ки бигирем ки сароғози омӯзиши фарҳанги ин минтақа ба шумор меравад. баъд аз ӯ муҳаққиқони зиёде аз ҷумла устод Асадулло Суфизода дар омӯзиши баъзе масъалаҳои фолклори ин минтақа саҳми хуб гузоштааст. баъд аз он метавон хизмати фолклоршиносони маъруфи тоҷик Файзали Муродов ва Салоҳиддин Фатҳуллоевро низ ба хотир овард. аз онҳо ёд кард ки онҳо низ дар бобати омӯзиш, ҷамъоварӣ ва таҳқиқ ва ба чоп расонидани фолклори ин минтақа хизмати калон карданд. ҳоло гуфта наметавонем ки фолклори ин минтақа пурра омӯхта шудааст. зеро фолклор ҳамчун як падидаи муҳими ҷамъиятӣ вобаста ба пешравии ҷомеият тағйиру таҳаввул меёбад. яъне ӯ ҳамчун як падидаи зинда инкишоф меёбад ва симоҳои нави фолклорӣ вориди ҳавзаи фолклор мегарданд ки мардум дар бораи шахсият, хислатҳои ин мардум ривоятҳо, қиссаҳо, шеърҳо бофта ҳавзаи фолклорро ғанӣ мегардонанд. агар дар бораи гузашта ва имрӯзи фолклори ноҳияи ховалинг сухан ронем, бештар ду ҷанбаи ду равиши бигирем ки эҷоди фолклорӣ дар ин минтақа мушоҳида мешавад. як равиши суннатӣ ва мазҳабӣ ва эътиқодӣ аст ки дар симои як шахсияти бузурги бигирем таърихӣ султон Увайси Қаранӣ мардуми ин ноҳия ривоятҳои зиёде эҷод кардаанд ки шоёни бигирем ки таҳқиқу таҳлилу баҳогузорӣ аст ки яъне ин мардум нисбат ба ин шахсияти таърихӣ муҳаббати зиёд дошта дар як минтақаи ҳамин ноҳия марқади ӯро ба як мавзеи ободу бигирем фарҳангиву фароғативу хуб эътиқодӣ табдил додаанд. ховалинг ҳамчун ноҳияи таърихӣ муаррифӣ шуда макони гаронбаҳои фолклоршиносӣ ва этноэкологӣ мебошад. мавзеъҳои тамошобоби он зиёданд, ҳамчун мамнӯъгоҳи таърихию фарҳангии султон Увайси Қаранӣ, қиссаҳои шуниданӣ дар деҳаи Дараи Мухтор низ зиёд ба назар мерасанд. деҳаи мазкур зодгоҳи восеъ мебошад ки бар зидди зулму шиканҷаи аморати Бухоро шӯриш бардошта буд. мавзеи Дараи Мухтор зодгоҳи восеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҷонбахт дар масофаи 5 километр дуртар аз маркази ноҳия ҷойгир аст. деҳа бо табиати дилфиреб, боғу роғ дили ҳар як бинандаро тасхир менамояд.
در زادگاه قهرمان حالا باغ آثارخانه تاریخی شورشی واسع سال 1888 بزرگترین خروج دهقانان که پایه امارت بخارا را به لرزه آورده بود جایگیر است که تا به امروز داستانها و قصه های زیادی را میتوان جمع آوری کرد. درباره جریان نوی روش فولکلوری که در این منطقه مشاهده می شود اساساً فولکلوری سیاسی است که در سیمای دیگر شخصیت تاریخی واسع که در یک دوره مهم نهایت تاریخی که این ملت به بیداری نسبتاً شعور ملی می رسد، یعنی فولکلوری که وابسته به شورش این شخصیت تاریخی بخشیده شده است بیشتر جنبه سیاسی دارند و از سرود، ربایی و روایت های عبارتند که در آنها شعور سیاسی این ملت چی میگرد هویدا می شود. مثلا در ادبیات ما وابسته به این شخصیت تاریخی رمان و شعر و داستان های زیاده شعر و بگیریم نمایشنامه های ایجاد شدند، اما در فولکلوری در ایجادیات مردمی سیمای این شخصیت با یک مهر و محبت دیگر سروده شده اند. انارگل، من 20 سال و تو با یک بالین سر موندم. مهربانی دیدم، غمت رو خوردم، غمگسارم بودی. محبت تو بعد از مردن هم از دلم نمی رود. یاری عزیز، من از تو راضیم. تو هم از من راضی باش. داغ کردی مرا واسه، دلم را خون کردی. الهی سلامت برگشته بیایی. مطرح پیشتر هم زیادتر دوست ندارم. هر کجایی که باشی مرا با خودت بدار. من از تو راضیم واسه. همون جوازخانهش در همینجا هسته، سنگ و کنده جوازش هسته، خب سنگ آسیابش هسته. واسه در همینجا یک جوازخانه میسازه، آسیاب ساز میکنه به مردم میده. میگه که مرحمت این جواز تا سال 68 کار میکرد، تا سال 1968 69 کار میکرد و تا کچاندن همیجا همین تا همین چقدر این جوازخانه تری صاحب یگان صاحب اساسی نداشت. فقط پدر من نگاه میکرد که جایش ویران بود که جایش چی بود، لیکن مردم کسی که زغیرش میفت اسبش میفت میآورد همونجا میکشید روانش میگرفت میبرد. یگان چیز وای نمیداد، ارمپلات نمیداد، یگان چیز نمیداد حاضر آوره از مردم. از همون دوره واسه موندگی همیتا موندگی. آسیاب هم باشه همیخه آسیابی ولی اونجا توی سر آسیاب میگیم آسیابی بهاری بود. بهار در آب سیل بود، حاضر آب نیست. اونا سنگشم اگر دقت داده باشین سنگشم هایده آسیابی کرک میگن، همون بهار در مردم یگان خم کجایی که میداشتن آرد میکردن برای همونجا. همه ساله به این دهه نیز مردمانی زیاد از هر گوشه کنار تاجیکستان می آیند تا که قصه های نو شنوند و از آثارخانه دهه دیدن کنند. این گونه مقصد ما را نیز به دهه دره مختار آورد تا امکانیت پیدا کنیم که روایت های واسع را از دهان ابیره واسع، کمالوف رجبالی پسر کمال، کمال پسر حسن، حسن پسر واسع شنویم و مواد فولکلوری گردآوری نمودیم. راست گپ از کمپیری که در همینجا 110 دمور سال 69 1969 در وای کرد پدرود گفت همین وای درباره
با حرمت عزت بدن واسه درباره قافیه واسه درباره همین بسیار گپ میزد. میگو که من دختر 13 ساله بودم که یک بار به پیشواز واسه آمدم. واسه میگه وقتی که از سوداگری و از دیگر جا می آمد مردمی همین دهه دره مختار همه به پیشواز وی میرفت تا جایی که من همون از دروازه پایان من دیدید از تا همونجا. بعد میگم که من یکی از اویلهای اشانزاده بودم، من خانه برآمدن ممکن نبود. در یک پیشوازگیریش میگم من کرته کرباسی داشتم تا زی پوچه آمد دیگر وی نداشتم. همین گریخته رفتم، میگم گریخته رفتم. همین واسه وقتی که مردم به نزدش رفت از فرامدگی و همه مردم زیارت میکرد. همه مردم همون آدم ها را سوغات میداد. سوغات میگن در چی؟ توفه سقیچه رنگ سوزن یکان چیز میگن. میگم من یک بار همینجا دیده بودم و میگو که پدرت بابای کمون پدرت با باباش بسیار مانند بود. چهرهشون و قافیهشون میگه بسیار مانند بود. این یک روایت دویم درباره که در بازار خاولنگ وقتی که دو جوان نماینده میری برجوان و نماینده از میری حصار چیز آمدگی دو جوان دستاشون کشنگ دختگی محکم کرده در همون روز بازار بوده است. بابای مخصوم بزرگ میگفتن 25 ساله بود، هیزم میفروخته. در همون دوره بعد مابین هم بازار خطی کوچک اومده همه برهه شده و برهه کردن که نماینده های میر آمده است. همینجا بعد میگه دی جوان دستاش بستگی میگه که آی مردم خاولنگ جان ما را بخرین که ما را میکشن. آی مردم خاولنگ جان ما را بخرین. زاره و تولاک و گریه کرده همه خیلی فیراد میکردن. بعد میگم وردم در بین بازار دار آویختن، دار تشکیل کردن و بعد همین خیلی وای بر جان کسی که نالاک که امینانه را نتد انا حالش همین خیلی است. بعد میگه هم دو جوان برآوردن در همون نزد دار همون بندار در قرتخاشان کردن. همین حالت 5 سوار میگه واسه پیش 5 سوار میگه برابر خود واسه همینجا همین آواز برآورده های کدا آمده میگه زدن دار پاره شکستن دو بچه را خلاص کردن. ای نماینده ای حکومت و خاولنگ بگیم یا گرفتن ای چیو را نماینده میری حصار و آره گریزاندن. خلاصه همونجا چند کس تلف میخورد و در همون بازار اعلان میکند که میگه کسانی که با مقابل ظلم و اسارت بیدادگری مبارزه میبرد میگه من در همون تپه سرسقاوه علنگه سر میتون شعله سر میتون 3 شب گلخان 3 شبانه روز در همونجا ما گلخان در میگیرونم. خواهشمندم مرحمت به تپه سرسقاوه. ساکنان دهه دره مختار از جسارت و متانت واسه بسیار نقل ها می دانند. این مویسفید سالار از مادر کلان خیش قصه های زیاد شنیده است. مامان بود و 110 طرف هم بعد وفات کرد. کم ازد که واسه یک جوان مرد یعنی خیلی بالای پزی بیام خیلی سیاریشی خیلی خلق دوست بود. بعد به خورا هم رفتگی بود است. او که ما هم خیلی تروی بزبالا بودیم که واسه که ای خورا آمد اونجا چناره تای چناره ده هیچوز را رفتیم گفت. بعد گفت سوزن موندود. چه خود همی سوزن همیستونه بوده. همه سوزن گفت سواتی موندود. بعد وقتی که میدیده بعد بزیدی امو خیلی شوری شد دوسته ده همه خیلی اول مصلحت کرده قدی هم آدمو وقتی همه اندازه وزمی نه خلق از روش نمیرسه هم مصلحت را کرده است و بعد که امو گب میزدن
بعد او بسیارتر در طرف همون سر خسار هم طرف یار آشنا داشته است. بعد قطعی هم ما مصلحت کرده است خیلی وقت دیگر تلفنی سونه بود. بعد همون سرسا قواد هم مصلحت کردن که ما هم جاکتای علاو میکنم. خیلی یک گلخان روزون میکنم. بعد جا میشیم و از دیدی همه میری بالجوان میری بالجوان قطعی چی میکنیم بجنگیم بعد کتا که همون کورا کردن اول یک غلبه کردن که تو این خبر تو میری بخورا رو رفت است بعد خیلی میری بخورا با ایو ساک اسکر دیگه و کمونای پلتاکی و ایو داشته بودستن این وسی همین تیاق تاواری نمیتونی تو بالجون نرفت است تو بالجون نگرفت است که بعد ایو اسکر که وزمین آمده بعد یا مغلوب شدن اصلا وظیفه جواز کشی بوده میگه سر آدم خیراندهش هم بود میرفت من کردی جوازش بعد میگو که برین نون بیارین میگو نون میبودیم بعد در روغن تر میکرد میدونیم ابیره‌اش رجب علی کمالوف در همین حولی به وای رسیده است. بسیار حادثه ها را از ذهنش میگذراند. به قول خودش هرچند که در آن سالها پدرش خرد هم بود، عاید به بابا کلانشان نقل های زیاد شنیده بودند و این حادثه ها را از زبان همدیگر شنیده بودند و حتی به قلم هم دادند. اما رجب علی کمالوف نیز در نوبت خویش باز از همدیگران بسیار میپرسید و تحقیقات های شخصی خود را نیز دارد. در همین جا بود از همین بسرکردیم تو نوخیانم در خانواز بغیر از خودش با فرزنداش زندگی کردن بعد فرزنداش نبی رو زندگی کردن از اون جمله من در همینجا سنت 8 تمام کردم بعد از اینجا قشنگ سال شدم اینجا جای دروازهش بود اینجا می آمد رفت حفاقتی بود انا این درخت خدا بر همین دروازه ششماندگی این دستنیال خود انا کسی پشت چنارگا سرفه هستن سفره میگن خب کرماندگی و دیگر چیز ماندگی هم همین خرسنگا از همون دور ماندگی هم همین چیز تغییر سرفه تغییر دادگی نیست همین تا ماندگی همون خرسنگا استاد سلطان اولوزاده 3 مرتبه آمده مردم دعوت کرد انا همین راسته که وزی رون همونجا بایا ماندگی هم انا همونجا ششتگی بود باید من هست چون که رسم دیگه کارم مسجد دارم همه اینوارم رسم گرفته همون شد چشمه بهاریه چشمه چرد میگن بهار تا ماهی ایون هم بیایا آبی با لذتی شیرین دارد انا این چشمه از همون دعوت ماندگی همین چشمه این چشمه را یک مرتبه ما حوضا کردم چشمه اینجا میگن بلولی و سفولی دارد درش از این طرف رو درش مهریش یعنی که پریزر مهری میگن از این طرف رو خب اینجا این قسم دا مسجد اینجا این قسم دا مسجد یکنین مراتبه جابر داروغای نماینده این باشی خواهدین که در همین پیش همین بیده میبینیم اینجا یک کلام بود که دلوز در همین پیش بید وقتی که بوده داره که از شکنی که در بودم بیارم بوسه که وز کشیده است اما حالا دا از همینجا شب میکنه؟ بله اما دویم مراتبه مبارزه واسه با مقابل املاکداران کاولینگ از زمین هزارمنه سر میشود من همین رو پرومون زمین هزارمنه است برای چه؟ برای اون هزارمنه میگن که یک همین مراتبه باید کردن گندم کشتن 1000 من گندم گرفتن برای همین نام انا دویم مراتبه نماینده همون مینباشی کاولینگ در همه زمین هزارمنه همچین کاره میکنن گندم گرفته و مردم میتن این بعد دفعه سیم در بازار کاولینگ
هنگامی که از جای زیستی واسع دیدن نمودیم، واقعه های آن زمان ها پیش نظرمان جلوه‌گر می شد. این حولی و خانه و جا و تهجای این آثارخانه شاهدی واقعه های سالهای 20 عصر 19 است. اینجا صحیفه های کتاب تاریخ به زبان می آیند، اما آن را از زبان مردم شنیدن باز شیواتر به گوش می رسد. اصلا بدیهی سیاحان و مهمانان با آن مقصد قدم راجع می کنند که درباره واسه و کارنمایی های او نقل ها شنوند. ساتی ملغزاده یکی از ادیبان شناخته تاجیک عاید به موضوع فولکلور دهه دره مختار توجهی خاص ظاهر کرده بود و چندین مرتبه به این درگاه آمده با مردم از نزدیک صحبت کرده بود. در زمینه این گونه تحقیقات های فولکلوری، فیلم هنری درباره واسه نیز تهیه شد که چهره اساسی واسه برای مردم به طور کامل معرفی شد.